همینه. حاتم، صفا، عجله کنید، روز سخت و درازی در پیش داریم. من آماده‌ام پدر جون. منم همینطور پدر. میدونم که روز خرید روز سخت و دشواریه، مخصوصا که این تنها روز استراحت شما هست. به ویژه به جیبم سخت‌تر میگذرد. چرا این همه ما را معطل کردی؟ داشتم لیست خرید رو تهیه میکردم تا چیز رو فراموش نکنیم، ولی مثل اینکه چیزهایی که فراموش کردم بیشتر از اون چه که نوشتم. این چیزهایی که همراه شماست برای چیز؟ این باقی مونده نون و غذای مانده دیروز هست. مثل همیشه آن را در زباله‌دانی میریزی. هر روز همه این خوراکی ها در سطل زباله ریخته می شود، در حالی که کسانی هستند که تکنانی برای خوردن ندارند. اگر این اسراف و تبذیر نیست پس چیست؟ چی رو فراموش کردم؟ این فهرست چیست که تو را این همه به خود مشغول کرده؟ خیلی از موارد خرید رو فراموش کردم بنویسم. این فهرست خرید یک خانواده 4 نفره است یا فهرست خرید یک محله؟ ابو حاتم، شما میدونید که همسر در خرید خیلی ماهره. بله، و حتما به قسمت بیشتر این فهرست هم نیازی نیست. اگه امروز اون رو نیاز ندارم فردا لازمم میشه. چیزهای زیادی میخریم و آن را رها میکنیم و قبل از استفاده خراب میشه. تازه اگر زنده بمانیم تا از آن استفاده کنیم. وسایل و لوازم هم که روز به روز به مدل‌های بهتر تبدیل میشوند و استفاده از آنها آسان‌تر میشه. اینقدر فال بد نزن و بذار اول خرید خودمونو بکنیم. چرا اولا چرا که نیاز داریم نخریم؟ اگر این کار شما تبذیر و اسراف نیست پس چه میتواند باشد؟ اگر این تبذیر و اسراف نیست پس چه میتواند باشد؟ سپاس خدایی را که این غذا را به من خورانید بدون اینکه قدرت و توانی داشته باشم. حاتم، اینو بخور. سیر شدم مادر، دست شما درد نکنه. صفا، تو چی؟ وای من دیگه نمیتونم، شکم داره میترکه. همینه، کافیست دیگر. آیا میخواهی آنها را بکشی؟ رسول اکرم میفرماید بنی آدم ظرفی بدتر از شکم خود را پر نکرده است. برای بنی آدم همینقدر غذا کافی است که به اون نیروی راستی ایستادن دهد و اگر به بیشتر از این ناچار بود پس شکم خود را به 3 قسمت کند. قسمتی برای آب، قسمتی برای غذا و قسمتی برای نفس کشیدن. خداوند میفرماید بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. آیا این همه غذا رو که بابتش قیمت زیادی پرداخت کردیم رها کنیم؟ چه چیزی تو را مجبور کرده که این همه غذا را سفارش دهی؟ بهتر است بدانی که خداوند اسرافکاران را دوست ندارد و اسراف مانع محبت خداوند به بنده است. فکر میکنی که من با سفارش این همه غذا مرتکب اسراف شدم؟ 2 بار مرتکب اسراف شدی. بار اول وقتی که این همه غذا را که یک خانواده 10 نفری را سیر میکند سفارش دادی و بار دوم وقتی که آن را رها میکنید تا در سطل آشغال. به نظر شما من مرتکب تبذیر شدم؟ منظور من این است که آنچه تا حالا انجام دادی و آنچه که همیشه انجام میدهی تبذیر است. خداوند سبحان میفرماید و زیاده روی در پراکندن مال نکنید. بیگمان کسانی که در پراکندن مال زیاده روی میکنند برادران اهریمنان هستند. برادران شیاطین هستند؟ برادران شیطان ها یعنی همانند آنها در حیف و میل کردن نعمت ها و خیانت باشی. یعنی اسرافکاران دوستان شیاطین و اهریمنان و همراهان آنها هستند و همراه شیطان خود یک شیطان است و بدتر از این تشبیه وجود ندارد. خداوند مبذرین رو به شیاطین تشبیه کرده، زیرا کسی که مال خود را حیف و میل می کند همانند اهریمنان مرتکب فساد می شود. آیا مبذرین وارد آتش جهنم آنها در معرض چشیدن عذاب به علت ناشکری و بی احترامی نسبت به نعمت خداوند و انفاق آن در غیر طاعت خداوند عزوجل هستند، مگر کسی که توبه کند
و پشیمان شود و خداوند او را ببخشد. پروردگارا ما رو ببخش، به تو پناه میبرم. پروردگارا ما رو همراه شیاطین محشور نفرما. خداوند عزوجل ما را به میانه روی در انفاق مال دستور داده است و به ما امر کرده که اموال خود را در راه طاعت او انفاق کنیم. خداوند در جای دیگری میفرماید و دستت را به گردنت متصل مساز، یعنی دستت را از روی بخل و حرص نگیر و این کنایه است برای بیان شدت بخل و عدم انفاق. آیه را کامل نکردی، کامل کن. آیا خداوند در همین آیه نفرموده است و دستت را کاملا باز و رها نساز که پس از آن ملامت شده و عاجز بمانی؟ بله، این درسته. باز کردن دست در این آیه به معنی زیاده روی در انفاق و تبذیر است و این برعکس بخل یعنی است. چی ملامت شده و عاجز بمانه؟ ملامت شده یعنی کسی که به علت تلف کردن مالش سرزنش یعنی شود. کسی که از انفاق مال و استفاده از اون ناتوان بمونه. خداوند به ما دستور داده است که در انفاق مال حد وسط را بگیریم و این را شعار مؤمن قرار داده است و به این خاطر است که اسراف و تبذیر را مورد نکوهش قرار داده. خداوند عزوجل همچین بخل ورزیدن و عدم انفاق و مال و جمع‌آوری کردن و اون رو مورد نکوهش قرار داده دیگه. خداوند عزوجل می‌فرماید و کسانی که انفاق می‌کنند اسراف نمی‌کنند و بخل نمی‌ورزند، بلکه حد وسط و بین این دو را انتخاب. بخل نورزیدن در این آیه به معنی عدم امتناع در انفاق و این ماله. آیه صفت و نشانه‌ای از بندگان خوب خداوند را ذکر می‌کند و آن صفت اعتدال و میان روی در انفاق مال و عدم اسراف و کمکاری درباره افراد خانواده خود است. میگم کسی که زیاد به فقرا، مساکین و محتاجان صدقه میده آیا اسراف و تبذیر کرده؟ اسراف و تبذیر به معنی انفاق مال در غیر طاعت خداوند است. پس کسی که از انفاق در راه خداوند خودداری کند او بخیل است و خرج کردن مال در راه غیر خدا هم تبذیر و حرام است. پس اگه اینجوریه همه زندگی ما در اسراف و تبذیر گذشت. اسراف در خوراک و پوشاک و تلف کردن مال در این و اون بدون هیچ نیازی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید در روز قیامت پای بنده‌ای تکان نمی‌خورد مگر اینکه از او سوال شود که عمر و زندگی خود را در چه راهی سپری کردی و از علمت چه استفاده کردی و مالت را از چه راهی کسب نمودی و در چه راهی خرج نمودی و بدنت را در چه راهی فرسوده ساختی. پدر، رسول اکرم دیگه چی گفتن؟ و نیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بخورید و بیاشامید و صدقه دهید به شرطی که در آن اسراف یا ریا نباشد و منظور از ریا یعنی فخر و تکبر. پدر جون، تبذیر چه حکمی داره؟ انفاق مال 3 حالت دارد. یکی این که مال را در راهی که شرع و دین از آن نهی کرده است انفاق کند و این حتما حرام. دوم حتما این که مال رو در راه‌های خوب و پسندیده همانند صدقه و زکات انفاق کنیم و این جایز مطلوب است. سوم این که مال را در موارد مباح انفاق کنیم و این خود 2 حالت دارد، یا اینکه مال را به اندازه و در حد وسط انفاق کند که این اسراف و تبذیر نیست، و یا اینکه جهت دفع نمودن ضرری اون رو انفاق کنه و این انواع هم اسراف زیاد است. از این انواع ضایع کردن مال بدون استفاده خوب از آن، نگه داشتن غذا و نان تا اینکه فاسد شود بدون اینکه کسی از آن استفاده کند و از اسراف خوردن در حال سیر بودن هم هست. لقمان در نصیحت به فرزند خود فرمود فرزندم غذایی را پس از سیر شدن نخور، اگر آن غذا را به سگ بدهی بهتر از آن است که خودت بخوری. شنیدی مادر جون؟ همونو که نمیدونستن کارشون اسراف بوده. شنیدم و بر هر اون چه که انجام دادم پشیمون شدم. واقعا خیلی پشیمونم. از خداوند آمرزش میطلبم و به سوی او باز میگردم. بله ابو حاتم. ای کاش از امروز به بعد فقط آنچه را که لازم داریم بخریم. خودت را به میانه روی و اعتدال در همه کارها عادت بده تا از برادران و دوستان شیاطینی که خداوند آنها را دوست نداریم نباشیم. قول میدم ابو حاتم، به شما قول میدم از امروز به اسراف و تبذیر خداحافظی میگم و به اعتدال و میانه روی خوش آمد میگم. خداوند در شما مایه برکت قرار دهد ام حاتم. Ba 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 ba.
ba ba ba